سلام. همونطور که از عنوان ویدیو دیدین، قرار تو این ویدیو من چطور اینشات مد شده رو دانلود کنین طوری که اصلا از فایلش نگران نباشید، نه نگران باشید ویروسی باشه، گوشی رو میکنه، نه هیچ نگرانی نداشته باشید. خودتون هم دارید توی ویدیو میبینید نوشته اینشات پرو و اینشات پریمیوم نوشته خرید کردم و من رایگانی این فایلش دانلود کردم. خواسته دانلود کردن فایل اینشات مد شده کافی وارد مایکت بشید، اومد روی همین جستجو بزنید، بنویسید اینشات مد شده. خب یکم صبر کنید. خب اومد، هم اینشات مد شده اومد، هم ویواکات مد شده و هم پیکس آرت مد شده. میتونید هر کدومو خواستید دانلودش کنید.